مهمترین نکته‌ای که صلح را به موفقیت میرساند گذشت است. گذشته که نیروهای درگیر داشته باشند، نیروهای متخاصم، نیروهای درگیر منازعه بایستی داشته باشند و اونا از بسیاری چیزها باید بگذرند تا اینکه منافع ملی نسبت به منافع شخصی ارجحیت پیدا کنند. در مصالحه شرط وجود داره، اما در مذاکره ممکن پیش شرط وجود نداشته باشد. حکومت افغانستان در حال حاضر خوب داره تلاش میکنه برای آوردن صلح و حتی در مذاکرات رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که ما هیچ پیش شرطی را برای مذاکره قرار نمیدیم، به دلیل اینکه مخالفین پیش شرط را بهانه نکنن و به صلح تمکین نکنن. اما پس از مذاکره که مرحله مصالحه برسه، اونجا ضرورت هست که ما شرایط بسیار لازم را که معطوف به بقا و سلامت افغانستان و حفظ عدالت و رعایت منافع قربانیان 30-40 سال گذشته به ویژه 20 سال گذشته باید داشته باشیم. در مصالحه 4 اصل بسیار مهم وجود داره. مثلا جزئیاتش نمیرم. صداقت، عدالت، ترحم و صلح. ما با صداقت باید به پیش بریم، نگاه ما نگاه عدالت محور باشه، ما با نگاه به اصطلاح رحمدلانه به یک دیگر نگاه بکنیم، دلمان به یک دیگرمان بسوزه. یعنی که اگر من که امروز 36 سال سن دارم، آرامی را در کشورم ندیدم، ولی آرزو دارم که روز افراد بعد از من، نسل بعد از من در صلح زندگی کنن. من امروز بسیار با افتخار میگم که افغانستان اگر در ناآرامی همه هست، کشور ماست و ما ناگزیر هستیم که دست به دست هم بدیم کشور خود را از جنگ نجات بدیم. به دلیل از اینکه ما در هر جای دنیا که برویم شهروند درجه 2 هستیم. تنها کشوری که مرا به عنوان شهروند درجه اول خودش ما حساب میکنه افغانستان است و به همین دلیل است که ما باید به جنگ افغانستان پایان بدیم، تلاش بکنیم و هر نوع سوی تفاهم ان شاء الله که رفع بکنیم. در ادبیات سیاسی نیروهای خارجی چند کار میکنن. یکی ملت سازی میکنن، یکی دولت سازی میکنن، امنیت عمومی را تامین میکنن، نظارت از اجرای توافقات صلح میکنن، تداوم خدمات اجتماعی را میداشته باشه. اما یک نکته را بجاست که باید بگوییم. امروز اخلاق در روابط بین الملل اهمیت ندارد. امروز منافع در روابط بین الملل دارد. هیچ کس در هیچ کشور به معنای واقعی کلمه دنبال حقوق بشر نیست. هر کس به دنبال منافع خود میگرده. یک جمله مشهور است، میگه دنیا تمام گشتم و دلبر نیافتم. دنیا تمام گشتم و دلبر نیافتم، هر کی برای مقصد خیش دلبری کند. اگر از دورترین نقطه دنیا هم اگر کسی به افغانستان آمده و اگر از نزدیک هم کس به افغانستان آمده، بخشی از هدف آمدنش منافع خودشان است که در چوکات دیدگاه های کلان و پالیسی های کلان دولتداری قابل فهم است. صلحبانی ما متاسفانه با چالش روبرو است. مرحله صلح سازی است. در صلح سازی اصطلاح وجود داره که میگن صلح سازی شامل تلاش های دیپلماتیک است. کدام دیپلمات ها؟ دیپلمات هایی که از کشورهایی میان که اونها به عنوان بازیگران مؤثر در قضایای صلح و جنگ هستند. چه بازیگرانی که در نزدیک افغانستان هستند، چه در منطقه هستند، چه در فرامنطقه هستند یا از راههای دور آمدند. طبق منشور سازمان ملل متحد روند صلح سازی از مذاکره شروع میشه تا میانجیگری، تا آشتی، تا حکمیت و تا اینکه حل قضایی به اصطلاح قضایای مهم را داشته باشه. صلح چیست؟
شاید سه عامل بسیار عمده باشد. یکی عوامل فرهنگی است. در عوامل فرهنگی برداشت غلط از دین ما را متاسفانه هر روز به مشکل جدیتر روبرو میکنه. قرائت‌های فاشیستی از دین، جزمندیشی دینی، هر کس برداشت کنه که هر چی که من میگم همین عین دین است و هر کاری که من میکنم عین رفتار دینی است، کاری که طرف مقابل میکنه غیر دینی است. متاسفانه ما با چنین وضعیت بسیار سال هاست که روبرو هستیم. یکی از موضوعات است که متاسفانه صلح تهدید میکنه. طرف مکتب را میسوزانه، در مسجد انسان میکشه، در میدان ورزشی انسان میکشه، در مراسم جنازه دیگه انسانها را میکشه، بعد میگه که این دینی اجازه را داده. حالا این چطور دین است که مثلا میگه در مسجد اجازه میده به تو که امام مسجد در عینی که در خطبه نماز جمعه ایستا شد تو با دنیای از مسلمانهای دیگه بکش. این قرائت‌های غلط از دین سبب شده که جنگ در افغانستان ادامه پیدا کنه. چرا این کار میکنیم؟ چون خارجی ها در افغانستان است. مگر خارجی ها در این مسجد بودن؟ و شما بیشترین تلفاتی که در افغانستان ببینید نیروهای ملکی است، نیروهایی است که کسب کار هستند، نیروهایی هستند که در جاهایی است که به زندگی روزمره اینا مصروف بودند. هزارها کودک در افغانستان خودش نانآور خانه بوده، خودشان در سنی که باید مکتب بخوانه، در سنی که باید دانشگاه بروه، در این سن این میروه به دنبال کار شاقه، کاری که بسیار برش مجاز نیست از نظر کنوانسیون‌های حقوق کودک و حقوق بشر و حقوق زن و حقوق انسان برش مجاز نیست، ولی از روی مجبوریت این کار را انجام میده. امو انسان، امو کسی که این کار را میکنه با همون به اصطلاح ظرفی که یک چیزی میفروشه با همون شهید میشه. و این قرائت هم از دین صورت میگیره که بله ما از آدرس دین اجازه داشتیم که چنین آدمی باید کشته شد. تعصبات مذهبی، قومی، هویتی. جنگ افغانستان را یک تعداد آمدن جنگ قومی جلوه دادن. جنگ افغانستان یک جنگ قومی نیست. هیچ ولایت افغانستان نیست که اقوام دیگر زندگی نکنند. در سطح کلان ما در دنیا کشوری نداریم که یک مردم، یک فرهنگ، یک دین، یک مذهب، یک سلیقه زندگی بکنن. ما امروز در وضعیتی هستیم که مرزها داره کم رنگ میشه. بنابراین در افغانستان ما در این مرحله به ملت سازی ضرورت داریم. قوم شریفی پشتون، قوم شریفی ازبک، قوم شریفی هزاره، سایر اقوام، تاجیک های ما، همه ما ضرورت داریم که باید از کپسوله های تنگ قومی دور شویم و نگاه ما را یک نگاه افغانستان شمول، یک نگاهی که سلامت افغانستان و بقای افغانستان آرزوی همه ما است. حتی در حکومت داری نگاه ما را باید قومی نکنیم، نگاه ما را بنا به ضرورت ملک داشته باشیم. عوامل سیاسی است که نگاه ما در حکومت داری یک نگاه تباری میشه، یک نگاه قومی میشه. ما باید حکومت ملی داشته باشیم و آرزو داریم ان شاء الله هم که حکومت ها در نتیجه انتخابات بیایند، رأی مردم اهمیت داشته باشه، انتخاب مردم مهم باشه. اگر ما یک حکومت ضعیف داشته باشیم، به خودی خود حکومت ضعیف سبب میشه تا دشمن تقویت شود، تا نیروهای مخالف تقویت شود. بنابراین برای مهار کردن دشمن موجودیت حکومت‌های قوی، حکومت ملی و حکومتی که ملت را محرمش بداره، نه خارجی را، حکومتی که ملت خود محرم خودش بدانه و حکومت یک حکومت قوی و یک حکومت با برنامه است. در اون صورت مردم به پشت سر حکومت میستن و دشمن ضعیف میشه. عوامل اقتصادی هم هست. فقر، یک اصطلاح یونانی ها دارن، میگن فقر ترجمه میکنن، میگن راه به جای نداشتن، یعنی تمام راه ها که برات بند شد فقیر هستی. بنابراین خود فقر اقتصادی و میتونه که متاسفانه زمینه مداخله دیگران را در کشور ما بیشتر مساعد کنه. وقتی که کارخانجات فعال نباشه
وقتی که متاسفانه تجارت ما، سرمایه گذاری ما با مشکل روبرو باشد، وقتی که سرمایه گذار ما احساس مسئولیت نکنه که پولش به داخل کشور خودش سرمایه گذاری بکنه، وقتی که یک تاجر ما طفلش اختطاف میشه، طفلش مسئول نباشه، سرمایهش مسئول نباشه، عزتش مسئول نباشه و به این شکل او اعتماد نمیکنه که پولش به داخل سرمایه گذاری کنه. یا کشورهای دیگه هم باید مجال سرمایه گذاری و فرصت را در این بحث داشته باشه. متاسفانه ما بسیاری اوقات همونطوری که از ما همسایه هامان نگران هستند، ما هم از همسایه ها نگرانیم. این نگرانی یک نگرانی دو جانبه است، همونطوری که تعامل یک تعامل دو جانبه است. رابطه یک رابطه دو جانبه است، رابطه امروز متقابل است. امروز بیشترین آسیبی را که افغانستان میبینه از پاکستان است و این شاید زمانی هم نباشه که ما بتانیم پنهانش بکنیم. به دلیل موجودیت نیروهای افراطگرا در مرز، به دلیل مداخلات بسیار سریع و آشکاری که مثلا وجود داره، ما چرا میگیم همگرایی منطقه‌ای؟ ما در مرحله هستیم که صدا میکنیم سر همسایه های ما که شما در صلح ما را کمک بکنید. ما یک اصطلاحی بسیار مشهور داریم، حالا این اصطلاح را من زیاد استفاده میکنم و شاید هم دیدی خودم است، این اصطلاح خودم است. من میگم صلح در افغانستان آنهایی میتونن بیارن که جنگ در افغانستان آوردن. جنگ در افغانستان ما نیاوردیم. مگر چطور میتونیم که ما کوچکترین امکانات اقتصادی نداریم، این همه هزینه جنگ ما از کجا میکنیم؟ پس معلوم هست که آورندگان جنگ میتونن آورندگان صلح باشن. 40 سال جنگ به نظرم کفایت میکنه. ضرورت است که همه ما بریم انشاءالله به طرف صلح و به صلح تمکین بکنیم. دوستان در و همسایگان دور ما یا منطقه دور ما هم روسیه و هند است. روسیه و هند هم دو بازیگری بسیار مهم در قضایای جنگ و صلح افغانستان است. ما در منطقه داریم کشورهای دیگر، اما اینها از جنگ افغانستان تأثیر پذیر هستند، یعنی که مرزها متاسفانه سرحدات با مشکل روبرو میشن، از جنگ افغانستان تأثیر میپذیرند، ولی در صلح افغانستان بسیار فعال نیستند. چرا فعال نیستند؟ به دلیل از اینکه نیروهایی که در افغانستان میجنگه با اینا تعامل نداره. کسانی در صلح افغانستان میتونن فعال باشن که با نیروهایی که درگیر جنگ افغانستان هستن تعامل داشته باشن، ارتباط داشته باشن. ما یک اصطلاحی بسیار مشهورم بازم میگم، میگه با اذان ملای غریب کمتر در نماز میرود. یعنی وقتی کسی که پول نمیده، وقتی کسی که جنگ تمویل نمیکنه، معلوم است که اونا بسیار نقش بسیار برازنده هم نمیتونن در صلح داشته باشن. یا دیگه میگه که آن که نان دهد فرمان دهد. کسی که پول جنگ تامین میکنه او هم میتونه که باید دیگه جنگ نکنه. در افغانستان جنگ داخلی نیست، جنگ دیگرها در افغانستان است. ما آرزو داریم که دیگران جنگشان در افغانستان ختم کنند. رقابتی که در دیگر جاهای دنیا رقابت دارن، اما میدان رقابتشان افغانستان است. ما در منطقه مشترکات داریم، تشابهات ایدئولوژیک فرهنگی با منطقه‌ای که هستیم، با ایران، با پاکستان، با تاجیکستان، با ازبکستان. در منطقه‌ای که هستیم ارتباطات بسیار گذشته پربار داریم که حتی چنان به اصطلاح و مشترکات در هم تنیده فرهنگی و هویتی داریم که ما نمیتونیم که جدا بکنیم. حتی دولت‌ها قادر به جداییش نیستن، چون به صورت طبیعی و به صورت فطری ما مشترکات بسیار به اصطلاح ناگسستنی را با منطقه داریم. سه سطح تحلیل وجود داره. یک سطح تحلیل ملی است، یک سطح تحلیل منطقی است و یک سطح تحلیل فرامنطقی است یا جهانی است. در سطح تحلیل داخلی ما
پیشتر من اشاره کردم، ما باید مباحث کلان ملی را به اصطلاح امو گفتمان حاکم در کشور کنیم. ما باید به این باور برسیم به داخل افغانستان که جنگ راه حل نیست. ما باید به داخل افغانستان به این نتیجه برسیم که تفوق طلبی قومی مشکل افغانستان حل نمی‌کنه. ما باید به این باور برسیم که یک قوم در افغانستان نمیتونیم حذف بکنیم، چون اگر میتونستیم در 40 سال کار ما نتیجه میداد. حزب سیاسی بسیار قدرتمند در افغانستان که توان بردن انتخابات داشته باشه وجود نداره. به دلیل اینکه حزب سیاسی در افغانستان 4 دشمن داره. یک دشمنش است که خود خارجی هایی که در افغانستان در طول 18 سال آمدن نخواستند که حزب سیاسی در افغانستان قدرتمند شود. احزاب اینا سرکوب کردن، اینا به افراد پول دادن، به چهره ها پول دادن تا حزب سیاسی شکل نگیره. چرا؟ چون احزابی که در افغانستان شکل میگرفت یا دید ایدئولوژیک داشتن یا هم در منطقه تعامل داشتن که بیشتر ایدئولوژی که در منطقه ما و شما بیشتر تاثیرگذار است. به همین دلیل آمدگی‌هایی که به افغانستان آمدن امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودن، گفتن که از این که حزب به این سمت باشد نباشه کاملا بهتر است. هم احزاب راست نگذاشتن، هم احزاب چپ نگذاشتن. دیگه افراد تقویت کردن، پول دادن، این کار اینا را کردن. دوم، هم حکومت گذشته افغانستان و هم حکومت فعلی افغانستان به جایی که اجازه بدن که حزب سیاسی قدرتمند شکل بگیره، آمدن اربابا را، کسانی که به حساب سر مردم تاثیر دارن به انتخابات اینها، رفتن اینا را جدا جدا دیدن و یک حزب چند پارچه کردن. و این گپ دوم بود. گپ سوم خود احزاب بود. احزاب سیاسی در افغانستان عده زیادش یک برنامه بسیار منسجم برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی نداره. یعنی وقتی که حزب قوی بیاید روی کار، معلوم دار که جایگاه خودش را پیدا میکنه. و آخر هم مردم است. مردم بسیار از احزاب متاسفانه دل خوش ندارن و از عضویت حتی در انتخابات گذشته در پارلمان کسی که از احزاب بودن، عضو رهبری حزب بودن، حتی رئیس حزب بودن، معاون حزب بودن، سخنگوی حزب بودن، وقتی که کاندیدا شدن نوشته کرده بودن که کاندیدای مستقل، یعنی که نام حزب نگرفته بودن، به دلیل از اینکه مردم از رفتار و رویه‌ای که تا به حال وجود داشته ناراحت بودن. ولی به هر حال بدون حزب نمیشه دموکراسی آورد. حزب یک ضرورت است. به جای اینکه ما 76 حزب داشته باشیم، ضرورت داریم که 5 حزب داشته باشیم، اما احزاب قدرتمند با دیدگاه‌های متفاوت و با برنامه‌های کلان که توان رقابت در انتخابات داشته باشند.